خبرگزاری روسی ریا نووستی ویدیوی لحظه از فرودگاه عینی در کنار شهر ایسور به هواپیمای حربی ارتش روسیه نشستن و به قزاقستان رهسپار شدن سربازان قوه‌های مسلح تاجیکستان را نشر کرد. بنا به اطلاع دریافتی در عملیات تأمین ترتیبات در قزاقستان 210 سرباز و افسر تاجیک اشتراک میکنند. خدمات مطبوعات وزارت مدافع روسیه روز 7 ینور خبر داد که نیروهای حربی روسیه را به قزاقستان هواپیماهای حربی روسیه میبرند. بنا به این منبع هواپیمای ایل-76 با اسکران تاجیک از فرودگاه عینی در کنار شهر ایسور الکی به قزاقستان پرواز کرد. صبح 7 ینور در دوشنبه در جلسه مشترک هر دو پالات پارلمان تاجیکستان، مجلس ملی و مجلس نمایندگان، بنا به اطلاع رسمی تنها یک مسئله بررسی شده برای استفاده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بیرون از حدود کشور برای اجرای عهدهداری‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان رضایت داده شد. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف عمده نیروهای مخالفین تاجیک که اساساً در اروپا عمل میکند و فعالیتش در تاجیکستان فعلا ممنوع است، روز 7 ینور در یک اظهارات گفت مخالف به قزاقستان فرستادن سربازان تاجیک است. پیمان ملی این تصمیم را مخالف به منفعت ملی تاجیکستان نامید. حرکت سیاسی نیز در تاجیکستان ممنوع گروه 24 هم تصمیم سپاه از جمله حکومت تاجیکستان را برای کمک حربی به مقامات قزاقستان برای سرکوب اعتراضهای آسایشته را شدیداً محکوم کرده پرسیده است که اگر چنین کمک موافق آیین‌نامه این سازمان باشد پس چرا آن به اعتراضات در قرقیزستان و ارمنستان دخالت نکرد؟ ارسال سربازان تاجیک به قزاقستان به عقیده گروه 24 میتواند به مناسبت دوستانه مردم این دو کشور خلل وارد کند و به خطری صدها هزار نفر مهاجران کاری تاجیکستان در قزاقستان را زیر خطر گذارد. و اما وزارت خارجه تاجیکستان قبلا از آمادگی دوشنبه برای اشتراک در عملیات اودکبه در قزاقستان خبر داده گفت این کار را برای اجرای عهدهداری‌های تاجیکستان در پیش اتفاقچیانش انجام میدهند. یادآور میشویم از 2 ینور در قزاقستان اعتراضهای گسترده ادامه دارند. روز 5 ینور در پی این اعتراضها حکومت قزاقستان استعفا داد.